ایران برای ماها منتهای شادیه، برای ما دماوند بیستونه، کابل دوشنبه است، سمرقند آتش نوروز کرداست، دعای داریوش کتیبه کوروشه، فردوسیه، حافظ سعدی، خواجه نظام الملک، محمد علی فروغیه. ایران برای ما حنجره قمرملوک وزیریه، پریسا. ایران برای ما صدای اون دختریه که تو باکون، دختر آذری که داره مقام میخونه. اینا منتهای شادی و سرحد رنج و اندوه. از اون زخم هجوم تازی و تتار گرفته تا خاموشی آتش نوروز در مزار شریف، تا تلخی شکست احمد مسعود از طالبان، تا اون دوتا دختر قهرمان شطرنجی که ایرانی میشینن رو به رو هم مسابقه میدن زیر پرچم دوتا کشور دیگه. یا دوتا قهرمانمون که با هم. آره، زخم تشنگی ارومیه است. ایران برای ما سرحد شادی ها و منتهای درد ها و رنج هاست و همینه که پایدار مونده. میگه گمان مبر که به پایان رسید کار مغان، هزار باده ناخورده در رگ تاک است و